استقلالiyت دستاورد مهمترین و نعمت بی‌نظیر است که با شرافت آن در تاجیکستان تمام سمت و ساحه‌ها رشد نموده. امروز در همه کنج و کنار مملکت برای کار و زندگی مردم شرایط ارزنده فراهم میباشد. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه مسچو، بنیاد و تعمیر و نوسازی بیش از 735 انشاءات تعیناتش گوناگون در نظر داشته شده. تنها سال 2023 با استفاده دهی 147 انشاءات جشنی به نقشه گرفته شده بود. با مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات بنیاد شده، نه تنها سیمای ناحیه تغییر یافت، بلکه ساکنان با جای کار و معاش خوب تامین گردیدند. طبق اطلاع مسئولین مقامات اجرایی، حاکمیت دولتی ناحیه امروز در انشاءات جشنی کارهای ساختمانی ادامه دارد. بنیاد مرکز و نقطه‌های خدمت‌رسانی، مکتب و کودکستان، کارخانه و بیمارخانه و دیگر انشاءات ساحه اقتصاد ملی با نظرداشت صنعت معماری و مطابق به طلبات امروز ساخته می شود. در اساس دستور سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان مغازه فروش محصولات هنرهای مردمی و دیگر ارمغان‌های ملی در منطقه فاتح آباد بنیاد گردیده برای جلب سیاحان و مهمانان انفراساختار ساحه ساخته می شود. بخشیده به سزاوار جشن گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در نوع مسجد 735 بند نقشه چهاربینی و با نقشه گرفته شده است. نقشه چهاربینی تصدیق گردیده ساختمان انشاءات‌های خرد و بزرگ را در بر گرفته مبلغ‌گذاری از حساب مبلغ‌های حکومت جمهوری تاجیکستان، ولایت سوخت، نوع مشروع، صاحبکاران و دیگر شخصان سخاوتمند میباشند. باید قید نمود که ساختمان بیمارخانه مرکزی در ساحه تندرستی، در ساحه معارف ساختمان سیمخانه علاوگی و دیگر ساختمان‌های اجتماعی اقتصادی بسیار به نقشه گرفته شده است. باید قید نمود که تمام ساختمان‌ها از دید نظر معماری صنعت ملی کاربری شده ایستاده است. در پیروی به سیاست سازنده حکومت مملکت و با مقصد سهم گذاشتن در آبادی دیار، این بنا از جانب صاحبکار حلیم شریف و بنیاد گردیده ایستاده است. انشاءات از تخانه و 3 آشانه عبارت بوده. در آشانه یکم مغازه خوراکواری، نقطه فروش خوراک تیزپز، دکان گوشت جای داده شده. آشانه دومی بنا همچون تویخانه استفاده می‌گردد. در آشانه بعدی مهمانخانه و سیمخانه ها برای آموزش زبان خارجی شرایط مهیا کرده می شود. صاحبکار میگوید که بعد پورا به استفاده دادن این مرکز خدمت‌رسانی قریب 15 نفر با جای کار تامین می شوند. در همه جامعات و دیهات ناحیه مسچو کارهای سازندگی و آبادانی وسعت بخشیده شده. در برابر دیگر انشاءات و بنیاد کارخانه‌های صنعتی نیز توجه روانه شده است. نتیجه همین بود که سال 2023 در ناحیه مسچو حجم استحصال محصولات صنعتی به بیش از 480 میلیون و 655 هزار سوم رسانده شد که این نشان دهنده نسبت به سال 2022 306 میلیون و 729 هزار سومانی زیاد است. در نظر است که در ناحیه با بنیاد کارخانه‌های نو، استفاده ظرفیت‌های موجوده و عملی شدن اقدام‌های سازنده، حجم استحصال محصولات صنعتی در سال روان به 600 میلیون سومانی و سال 2025 به 1 میلیارد سومانی رسانده می شود.